дар муассисаи то мактаби рақами 7 ба номи Она Утабоева тибқи нақшачорубиниҳои шӯъбаи маориф машварати мудираҳо хеле судманд доир гардид. дар машварат мудираҳо ва мураббиёни кӯдакистонои шаҳру деҳот иштирок намуданд. дар оғози машварат иштирокчиён аз тартиби ҳуҷҷатнигорӣ мудирии кӯдакистон Зӯҳро Рӯзиева ва мураббиёни гурӯҳҳо шинос шуданд. сипас машғулият дар гурӯҳҳо оғоз гардид. мураббия Бибиҷон Ҳабибова бо тарбиятгирандагони гурӯҳи миёна машғулиятро дар мавзӯи шиносоӣ бо ҳайвонотҳои хонагӣ гузаронид. бачаҳо, мавзӯи имрӯзи мо шиносоӣ бо ҳайвонҳои хонагӣ мебошад. барои чӣ ин ҳайвонҳоро мо ҳайвонҳои хонагӣ мегӯем? барои он ки ин ҳайвонҳо дар хона зиндагӣ мекунанд ва одамон барои нигоҳубин ва парвариши онҳо саҳм мегузоранд. ҳайвонҳои хонагиро мо парвариш намуда ба онҳо нигоҳубин мекунем ва аз онҳо инчунин фоида ба даст мебиёрем. бачаҳо, мисол гов ба мо чӣ медиҳад? шир, гӯшт, сумая, равған, рустамҷон. آفرین، ما از پس گاو پای افزال میدادیم. نگاه کنید بچه‌ها، گربه در خانه ما یگان فایدهش میرسه؟ کنی؟ آمینه گربه موشها را نصف میسازد. آفرین، گربه موشها را نصف میسازدن. سگ چی فایده میآورد؟ سگ پاسبان خانه. سگ پاسبان خانه ما میباشد. خانه ما را پاسبانی میکند بچه‌ها. کنی حیوانچه‌ها به نزد من میگویند؟ من سگ حیوان خانگیم. من گوشت و استخوان را درست میدارم. سگ‌ها خدمتی نیز بشود. آنها همراه عسکر بچه‌ها خدمت میکنند. خرگوش حیوان میده بوده. گوشت‌های دراز، چشمان زیاد دارد. دمش خطا کوچکی و رنگ دارد. سبزی کم دوست می‌دارد. هر حیوان خانگی در خاکدار پسر خار داشته باشد. مواد در کار دارد. در سرک برآمد می‌کند. در زمان پیش که فرصت نقدان نبود، حالا افراد نبود. در جا به جای دیگر می‌رفت. بار می‌کشاندند. من گربه حیوان خانگیم. من خانه شما را آدما به من شیر می‌دهند. من نامه‌ام بابا مهربانی ماشام زردک احمقچه نان نگذارم. من گوشت و حیوانی خانگیم. آتش می‌مایی زیبا دارم. از پشمیما کلاه پالتو جوراب‌های گرم می‌بافم. از آنان وحشی بودم ولی آدم‌ها آن را با خود رام کردند. همچون حیوان خانگی بود. استفاده می‌برد. اصلا دستشکا برابر نکن. آبازیش میلی ایشی رو میکنم. من بود حیوان خانگیم. شیر برام سیستم بار میکند. من دو گوشت 4 پا دارم. من گاو حیوان خانگیم. من باشی بابا جرغان میدم کی بارگن شما فاید آور میرشم. نست من را گسلچه میگوید. کنی کی اویدی حیوان ها با من شیر و چیستان میگوید؟ کنی ناز؟ میام گربته حسنه را گربته از تیزه کرده کاتره گربته. پسکینی نمه پیشد زمستان و تابستان میپیشد و میپیشد. من نمیشود آن بچه ها جواب چطور من گوش نماند بگوید با ما علف تگ با ترکی نامش که بدایی نامش چی بچه حیانچه بچه خانگه چاقانه کتاچه میدوم و میدوم سبزه دست میدم میگفتم من میروم. گربچه‌ای ماماشا دلارم از دلودا اگه یم یابم حفظگونه تکودم. بارچه آب بارچه کالچه اکدوچه این لبکت گل بری آن لبکت گل بری آوازه که فارمت خانه‌شو بلبل بری. دویده تایی بابا رسیده. اسب علا خرید اسب علا زنگوی قمچی نقشه گوی. دبه سازا سارا صدام
دیدی بگی بیشتر دو آدم دو شاخ زد اما گفته سیر بدد اما من دو گفته بچه ها جان چند من چیه دورم روا بردشته دندانهایش ارزشته دو چشمکش بیاله فقط در گیرد خانه عشبی نرود و بردشته امتجاجه چونکه نامش بهادر آدم بیازد باشه آمده یک بردشته بمن شد شد افغان الا برم با کچه الله خورد بردشته آب نزد چچه اشکمچه از کسر شد دوسته دلیچه حاضر بچه من به شما افسانه دو بوزیچه را نقل می‌نمایم. بودن نبودن دو بوزیچه بودن. نام یکتایش بلایک، نام دیگرش دانایک. روزی بلایک و دانایک گفت دانایک لبای بلایک با چشم گذار یک جای بوزی میکنی خوب همین که دانایک به بالای پل مایده بالای جویچه برآمد بلایک دید که علفهای طرفی دانایک بلندتر و سبزترند. او هم به بالای پل برآمد. آنها در بین پل با همدیگر واخوردند. همین خیلی بوزیچه ها به یک قرار نآمده با همدیگر برخوردند و به درون جویچه زدند. بعد از چند وقت آنها بی‌حال تر شده از درون جو برآمدند و به یکدیگر گفتند اکنون چیکار میکنه؟ اکنون یک روی دیگه یک روی نمیکنه همدیگر دوست میشویم. همین خیلی بچه بوزیچه ها از نو با هم دوست شدند. دیدیتون بچه در اول کاری بوزیچه ها درست بود؟ نه. برای چینا درست بود؟ کی میگوید به من؟ کنی عمر جان؟ نه. برای چی؟ برای که آنها اگر دست میشدن به دیگر راه میدادن. اگر دوستی حقیقی میبودن آنها به همدیگر راه میدادن. در آخر آنها باز هم از دیگر دوست شدن با همدیگر. بچه ما باید هم بین یکدیگرمون دوست باشیم، رفیق باشیم، با هم یک جای بازی کنیم، یک روی و جنجال نکنیم. بچه شما راضی هستید؟ بله. آفرین. خرس. خرس حیوانی وحشی سگ. گربه. زاغ. زاغ پرنده است. من گرگی را دارم دایم در خیابانم میخورم هم خرگوش و بوزیچه. کنی اپنا آیده خرگوشه نخوره. خلاص کن. بسیار دعوت مکن. خرگوشک چی میخوابی؟ از زمین چی میابی؟ خرگوشک چی رو میخوابد؟ آفرین. مشغولات سوادآموزی را در گروه کلان زلالا شادی و جالب گذرانید. کودکان با آواز و حرف نی شناس شدند. کنی بینیم کنی مهمون امروزه ما کی باشه؟ مرحمت درایه. سلام بچه ها. سلام. مرا شناخته؟ بله. من کیستم؟ آفرین. نان بود چون جانی آدم، قوت و درمانی آدم، زیبی دسترخوانی آدم، عزتی مهمانی آدم. میپرستم نانی گندم، خوشه های دانی گندم. کنی که درباره نان شعر میدانم؟ از زمین رانجه ها را چینده میمانم بچست، نان گرم مریتی را دیده میمانم بچست. ما نان نان ما نان بهترین لذت، این
معجزه بیشتین و ما قوت رو در نامه بخشد بنابراین نام رو عزیز و محترم بدانیم. بهترین نعمت در روی دنیا قوت و درمان نام برای ما. البته بچه ها نام از همه ثروت دنیا بالا است. امروز من به شما آواز و حرفی نو را آوردم که معلمه به شما شناس میکنم. کنی بچه عزیز بینیم کنیم خاله نامپس به ما آواز و حرفی چی را مهمان آورده باشند. اما بچه ها امروز ما با آواز و حرفی نه شناس میشویم. بچه های عزیز آواز و حرفی نه هم صدا می باشد چون که آواز ما دکه خورده می براید. بچه ها آواز و حرفی نه در وقت تلفظ در اول در آخر و در مابین کلمه می آید. حاضر من به شما یک چیستا می گویم. یک پدر و یک مادر باقی مانده برادر. بچه ها جواب چیستاری من چی است؟ جواب چیستانی شما ناربان باشد. بچه ها ما ناربان را در کدام وقت استفاده میبریم؟ در بلندی. در بالای درخت در بالای بلندی برآمدن استفاده میبریم. من بچه ها بهتان یک جای کلمه ناربان رو به اینجا تقسیم کنیم. ناربان. بچه ها در دست من رسمی چی است؟ نام. خاله نامپس به ما چی آورده بودن؟ نام. این کلمه نام. بچه ها با آواز و حرف نه سر می شود و با آواز و حرف نه تمام می شود. از دو هم صدا یک صدا ناک ساخته می شود. بچه ها نان را ما در چی می پسیم؟ در تنور. در تنور. بیبی و مادر ما نان را در تنور می پزنن. بچه ها در کلمه تنور آواز حرف نه در ما بین کلمه آمده. این اسباب موسیقی نی می باشد. حاضر من آیدی نی به شما شعر می گویم. کلمه نی با آواز حرف نه سر شده. نی آوازی خوش دارد دل را به خورش دارد. کنی بچه ها بیایتان همراه من خوانیم. نی آوازی خوش دارد دل را به خورش دارد. بچه های عزیز ما در شدیم بیایتان یک جایه به تماشای جنگل می رویم. بچه ها در جنگل با حیوانات وحشی واخورده؟ بله. حاضر من اینجا آواز حیوانات وحشی رو میمانم کنید که میابد که این کدام آوازه. سلام، نگاه کن چه خیلی رسمای زیبا. و فکری تو کدامی از این حیوانات خیلی آواز دارد؟ بله درست، این فیل است. کنی گوش کن. تو میدونی چی این خیلی آواز دارد؟ این گرگ است. گوش کن چه خیلی آواز دارد. فریده عرب و مربی گروه آمادگی با مکتب مشغولیت خود را با پذیرایی مهمانان آغاز نمود.
یک شخصی با آداب عزیز دیگران است. بچه ها شعر ما چیست؟ شعاری ما رفتاری نه گوستاری نه پینداری نه. بچه ها مقصدی ما چیست؟ مقصدی ما علم و فهم عالم و دانا شدن. مقصدی ما تا ابد خدمت خلق و وطن. معلم جانی ما اکنون نباید در شما سخن را آغاز سازد، قلب ما را شاد سازد. آفرین دوستایکان شیرینم، بلبلکان خوشخوانم، اکنون رفته و جایهای خودتان نشینید. دوستایکان شیرین، حاضر من به شما یک دو چیزتا میگویم. شما فکر کرده جواب چیزتانی من را یابید. تپ تپ میگردد، از شمال میلرزد. جواب چیزتانی من چیست؟ کنی پیره جان؟ جواب چیزتانی شما خرگوش. آفرین انا دوستایکان شیرین، امروز در گروه ما مهمانک خردکک از جنگل و مهمانی آمده است. بیاید خرگوشک را پیش باز میگیریم. سلام بچه های شیرین، من از جنگل به نزد شما آمدم. فهمیدم که شما خیلی دانای زیرک بودید. شعر و چیستان ها را از خود می نمودید. خواستم من نزدیکی ببینم. بچه ها اجازت میدید که من با مشغولیت شما اشتراک نمایم؟ بله. این طرف باشد به من یگان خوردنی بیارید. من خیلی گرسنه‌ام. سبزی‌هایش رو از خلطه‌چایش برآورد. کنی که برآورده سبزی‌ها رو نشماره. کنی مای خوبا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20. آفرین، ما از 20 هم زیاد از صحرا سبزی چیندیم. اکنون به جای خودمون میشینیم. دوستایکان شیرین، با خرگوشک اجازه میدیم که با مشغلات ما اشتراک نماید؟ مرحمت خرگوشک با مشغلات ما اشتراک نماید. دوستایکان شیرین، کنی که با من میگوید سبزی میوه است یا سبزوات؟ کنی پیرو جان؟ سبزوات. آفرین سبزوات است. سبزی از چه ها باید؟ کنی جاوید جان؟ سبزی ها باید. آفرین. سیمی جان، سبزی رو شسته میخوریم یا ناشسته؟ شسته. آفرین. انا دوستایکان شیرین، سبزی از ویتامین ها بای بوده است. برای می خرگوشه خیلی دانا بوده است که سبزی را استعمال میکرده است. سپس موضوع نو را به کودکان فهمانید. مشغلات امروزی ما مشغلات حساب است. موضوع امروزی ما شماردن رقم ها از رقم 1 تا رقم 20 و ترتیب دادنی مثال و مسئله ها. بیاید اول ما با نام گروه ها شناس می شویم. نام گروه ما بهار است ای بهاری زیبا، چه آوردی تو سوغا؟ لاله و گل آوردم، سبزه و میل آوردم و بسی گلی شادانه، خانم شعر و ترانه، مرکز ما حساب است. نام گروه ما تابستان است ای تابستانی خوشره، چه آوردی تو سوغا؟ این رزی رفشن از من، این حسن گلشن از من، مرکز ما ادبیات بدهی. نام گروه ما تیرما ایزرمه، چه آوردی تو سوغا؟ که یاد را شما زیبک شیرین
مرکز ما انکشاف نور. الان بچه‌های شیرین ما با مرکز ها شروع شدیم. خیلی بیاید بین گروه ها سوال جواب کنیم. سنت الله 100 سال. حاضر فصل زمستان است. فصل زمستان سه ماه را در بر نگرد. دکبر یاور فرا در فصل زمستان هوا خنک میشود. تو چقدر پای بردیدی فصل زمستان است؟ وقتی که فصل زمستان میشود برف میبارد. نکرش دایی به فصل زمستان شهر بدونی. میدونم زمستان قهر تو با ما شوخی نتو. ما اصلا همه ترسم اصلا همه لازم. از ما در کدام جمهوری زندگی میکنه؟ ما در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنه. ملت ما تاجیک است. وطن سر میشود از گهواره. زی شیری پاکاست پستانی مادر. وطن سر میشود از گهواره که آن را ساختی دستانی مادر. تاجیکستان چشمه های چشمه اقبال با مرغ بخت جاویدانه. خوش برو خوش بابا در رهی اقبال خود ای کاش باشی مستقیم هر دم و هر روز نکر جشن استقلال با. ابیبک زبان دولتی ما کدام است؟ زبان دولتی ما زبانی تاجیکی می باشد. خوشگواران زبانی تاجیک باشد نداران زبانی تاجیک. لحظی شیرین است لحظی شیرین است فورم بگاشم زبانی تاجیک. کبه تلازی چیست؟ کبه تلازی سو ساتا کبه تلازی بیک شادانه خشوا شادانه بازی میکنه دا آسمانی صافی ما. سو جودان آسمانی صاف کرد کن. سو جا بیار و یک سو آنی سو و دست سوایه. بازم سو و بچه‌های عزیز همه شما با رقم ها علاقه شناس هستید. امروز ما یک بار دیگر با رقم ها شناس میشویم. همه به تخته گروه نگاه میکنیم. در اینجا رقم ها پای در پای گذاشته شده است. این رقم یک است در جای اول میستد. بعد از رقم یک رقم دو می آید. بعد از رقم دو رقم سه. بعد از رقم سه رقم چهار می آید. بعد از رقم چهار رقم پنج می آید. بعد از رقم پنج رقم شش. بعد از رقم شش رقم هفت. بعد از رقم هفت رقم هشت می آید. بعد از رقم هشت رقم 9. بعد از رقم 9 رقم 10 می آید. بعد از رقم 10 رقم 11. بعد از رقم 11 رقم 12. بعد از رقم 12 رقم 13 می آید. پس از رقم 13 رقم 14 می آید.
پس از رقم 14 رقم 15 می آید. پس از رقم 15 رقم 16 می آید. بعد از رقم 16 رقم 17. بعد از رقم 17 رقم 18 می آید. بعد از رقم 18 رقم 19 می آید. بعد از رقم 19 رقم 20 می آید. کنی بیاید یک جای رقم ها رو می شماریم. 1 2 3 در کودکستان مذکور 10 نفر مربیان و 220 نفر تربیتگرندگان تعلیم و تربیت می‌دهند. گروه‌های کودکستان با اسباب و عیانیت‌های حاضر زمان و دستی ساز مجهزانیده شده است. از طرف ماموریت کودکستان در 7 گروه برای پیشگیری از پهن‌شوی بیماری کووید 19 منتظم کارهای ترغیباتی به ضررگردانی و تامین کودکان با نقاب محافظتی محلول آنتیسپتیکی گذرانیده می‌شود. با مناسبت روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تربیتگرندگان برنامه آماده نموده خود را با نام محافظان وطن پیشکش مهمانان گردانیدند. شما شب با راحت میخوابید، اما مزدیبان پاسبان ما شبی دراز نخوابیده وطن ما را محافظت میکنند. آنها هر لحظه کوشش مینمایند که نگان دشمن قدمی ناپلخش را به سرزمین ما نگذارد. حفظ وطن وظیفه مقدس حیات ما میباشد، زیرا وطن مثل مادر است فرزندان خود را پرورش میکند. مادین فلسروز حیرتاری نیستی خود را با نام وطن با آن فهمای وطن با جان آورد. امروز جانان یافت میشوند که از خدمت وطن سرکش میکنند. تمنا میکنیم که همه جانان ما با ننگ مانوس به آیه رسند، همیشه در حفظ حمایت وطن آماده باشند. Здравствуй, победит мой товарищ и други брат, возвращение его спасет Красной армии и солдат. همچون فرزندی خداگاه خودشناس باشد که این قدر مقدس وطنداری در حفظ استقلالیت آزادی اراده متین دارد. ارتش ملی به یک مکتب پرشرفی تربیت وطنداری و مردانگی تبدیل یافت. ارتش ملی افتخار صداقت به سرزمین آزاد و تاجیکستان. دوست داشتن وطن برای خرد و کوان افتخار ارشد بزرگ است. ایدی ارتش ملی بر بابایان مبارک، ایدی ارتش ملی بر پدران مبارک. صادق بودن به وطن به خلق خود و آن مایه کردن کار وطن دوست است. به وارثان پیوسته اسماعیل سامانی سیستم و کل وطنداران پرشدن ایدی ارتش ملی پایان باد.
برادر گرباچ چون افزندی به ایمان ما تازه بهاری گل نثاری وطن فصلی رونق و براری وطنم هرچند به کنار رحمت جانی وطنم در کناری وطنم خانه مهر من سینه پاکی توست رشته جان من در دل و خاک توست ای وطن مادری جان من تاجیکستانی جشم تو مایان و ای صاحبیستی طول ای کشوری آبادم ای نوتونت خون ای وطن ملت آزادی من همنبا همسطا شهری من وطن بلخار دل لا بلست فلغ او که چسبات بلست سبه دیده هیزن من ما اکبر پکرک جان بلست تاجیکستان عزیزم پرچمت پاینده بود مغزن در زیر گردون قاصد آینده بود всех мужчине всех мальчишек поздравляю ничья днем защитника 23 февраля силы храбрости отваги счастья радости руи чтоб любое время суток защитить страну могли من به هر یک پاره نامت قراهم میکنم جایی خورای علمهایت ایماران میکنم ای وطن ای هیده یزدانی پاک من به دامانی نمازیت عبادت میکنم این روز خانه ما عید ما آیا اساس جاده ددایم آیا به خانه ما من را تا نپایم شناس کنم اکایم اسکر کی خوب بود است اکای خوشش دست پوستی شویا آچن ما دوشه یا گنرال هم بودو وردم سین خواهم یاد وردم بودو یا سزا شیشت دوکسوس میرا و پانت اپا کستو تو کدین پازاله دسی всех мужчин, с гордостью скажу вам, я с 23 февраля. تاجیکستان هر کنار دلکشاد آبهای چشم سارامت شفا من به وصلت گفته امم دور زمان تاجیکستان را نگه دار ای خدا من تاجیکم بخیر که خود من سالکم گل کوفته بخت با در این جمع در افزامت باشد شهر گریخته باشد وطن صحابه با وطن مبادرت باشد سن نگهبان ای وطن این خطر نقص و جان پروی من کلام میشوم میروم هسته باسر داستان در پرچان شوم باسری دشمنم دیربارلان شوم و میمان قهرمان رستم اشتاد من در جهان جاودان مولیان شکری صدوان هم خدای مهربان صلح و وحدت بر دیاری تاجیکان آمد و ما صاحبی دولت شدم صاحبی خلق صاحبی ملت شدم زنده بادا سروری ما زنده بادا تاجیکستان ای نسل استقلال
خوشبخت و خوش اقبالم با بچمی بلندش منازم و میبرم زارای استقلالم خوشبخت و خوش اقبالم با بچمی بلندش منازم و میبرم سرشوخی صداقتی وطن را ما از شما آموزیم در این دیاری زیبا خوشبختیم و خوشرزیم فردا برای وطن فردا برای وطن فرزندانی دل سوزیم فرزندانی دل سوزیم فرزندانی دل سوزیم فرزندانی دل سوزیم شما کنه افتخار هم تاجیکستانی ما وطن شود منور از نوری چشمانی ما شما کنه افتخار هم تاجیکستانی ما فردا برای وطن فردا برای وطن فرزندانی دل سوزه فرزندانی دل سوزه فرزندانی دل سوزه فرزندانی دل سوزه زمین و آسمان داند جهانی بقرار داند همه خورد و کلان داند وطن یکتا بود ما را سری بابا بود ما را سری بابا بود ما را بداند خورمی ما نشاط و بغمی ما وفای و همدمی ما وطن یکتا بود ما را سری بابا بود ما را سری بابا بود ما را بداند هم کتابی ما سواری ما جوابی ما خریدانی شتابی ما وطن یکتا بود ما را سری بابا بود ما را سری بابا بود ما را بگوید پیشوای ما حبیب و رهنمای ما شب و روزا برای ما وطن یکتا بود ما را سری بابا بود ما را سری بابا بود ما را سری بابا بود ما را سلام آتی جان آتی جان من برای من چیزی شده که قرآن شدی بچم برای تو در آیندت آمادگی دیده ایستادم آتی جان من که تنها شده باشم یا در زحمت ندسته من خودم کار میکنم آتی جان من با همراه رفیقم مصلحت کردم که بایستی روه و بعد آمده تو در بهم نکنم نه من راضی نیستم به من این خطاهای دبدبانات راضی نیست تو بهتر از قرضی فرزندیت را بجاد و خدمت مادر وطن را با خدمت وطنی انا بسیار اطرامت بینه درخت رسیف موسیقی خانه مغازه و بسیار نگر کرم تو بسیاری من هستی حاضر قانون به جشن مراسم قبول شد حاضر همه اشما برای پول شده بررسی روش کسی که وطن ما را باز
تاجیکستان است یا در آذربایجان جایی بودم و همیشه تازی فرزندیم را ادامه دادم داده جان خداوندا تاجیکستانی عزیز من به فرزندانی به آر ناموس در پناه نگه کن. نگذار که یگان دشمن قدم ناپاکش را با سرزمین ما گذارد. خوبش دست بگرد. وطن امروز به هیچ روانم خر مادر را به جسم جانم بگیرم از راه را به دستم نمایم تو تا این که هستم. زیر پرچم در بهار این ملک خورم بی خانه ما از اومدن از شکوه این زیبا وطن تک یکایی ما در پیش ما سرمنایی ما در پیش ما تا تلاش ما از میتنی میکشم در آسایش ما در خاتمه چهاربینی مشاور شعبه معارف لالا نسیمова با ماموریت کودکستان اوید به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دستور داد. مشورت امکان داد که مربیان از تجربه همدیگر آموزند، دانش و ملکه خویش را صیقل دهند.